5 تا از واقعی ترین خونه های جن زده‌ای که هیچ وقت نباید تنها واردشون بشی. اگه آخرش نترسی یا شجاعی یا چیزی میدونی ما نمیدونیم. قبل از شروع لایک و سابسکرایب کن که شانس بیاری. 1. عمارت چارویل. میگن روح یه دختر کوچولو به اسم فلورنس شبها تو سالن‌های خالی میخنده. صدای خندش جوریه که انگار از پشت سرت میاد. 2. خانه لپریل وایت. تو پنجره‌هاش مدام سایه آدم دیده میشه و شبها زمزمه‌هایی میشنوی که میگن از روح‌های شکنجه شده جنگ جهانیه. 3. عمارت مونتی کریستو. پر از گزارش دیدن روح از زن سفید پوش گرفته تا صدای قدم‌هایی که دقیقاً پشت سرت میان، ولی وقتی برمیگردی هیچ کس نیست. 4. خانه اسرارآمیزی وینچستر. سارا وینچستر این خونه پیچ در پیچ رو ساخت چون فکر